من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش. نمیفهمم دست خودم میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن. دقیقاً ما 85 میلیون عصبی هستیم. میزنن یه آدم. مؤسسه بین‌المللی گالوب در تازه ترین گزارش سالانه ایرانی‌ها رو عصبی ترین مردم دنیا معرفی کرد. حالا ایرانیایی که پیش از این بعد مردم عراق غمگین ترین آدمای دنیا بودن، عصبانی هم شمرده میشن. معمولا تو روز چند بار عصبانی میشی؟ بستگی داره. معمولا کلا آدم آرومیم. اگه عصبی هم بشم درونی هم، چون آدم درونگرایی هم. چون نیست خشممو کنترل نکنم. یه بار دو بار. بعد چجوری باش مواجه میشی؟ چیکار میکنی؟ با عصبانیت؟ بله. خودم سعی میکنم کمش کنم عصبانیت. معمولا چند بار تو روز عصبانی میشی؟ اکثر مواقع. بعد مواجهتون چجوریه با این خشم؟ هر چی که بزنم یه سر میگم. میگم بازم بستگی داره. مثلا اگه سر کار باشم کارامو خیلی تون انجام میدم وقتی که عصبانی ام. خودم سعی میکنم کمش کنم عصبانیت. چیز خوب فکر میکنم دیگه، مثلا چیزایی که خوشحالم. چیزی در مورد اتاق خشم میدونی؟ نه. آره راجب شنیدم. چی؟ اتاق خشم ریج روم. نه. ما میخوایم یه چالشی بگیریم، شما اگه اوکی باشین. چیزی که نمیخوای تو سر من. ناموسن. راستشو بهم بگو. تا بعد باتون بیام. بله. در این حد نمیتونم شرکت کنم. چرا آخه اینجا شنیده بودم راجبش. اگه ما یه چالش داشته باشیم حاضرین شرکت کنیم؟ زیاد وقتتون رو نمیگیره. کلا عصبانی میشی چیکار می‌کنی؟ اصلا خود میشه. روز خوبی داشت. این همه صداتو ضبط کرد. شوخی نکن. پیدا شد؟ آره. چرا حالا ستویم سفید پوشیدین؟ نمیدونم چی شد. همینطوری اوکی میدیم. ببینم. اون خیلی بزرگه. شما گفتید. سفیدی لباسته. ولش کن. چی شد؟ کلا قراره که برنامه این شکلی باشه که وسایل بازیافتی رو میبریم واسه ملت خشمشون رو مثلا ما یه کاری کنیم که خالی کنیم و برنامه روی این طیف میچرخه. اتاق خشم ندیدی شد؟ اتاق خشمی که دیدم رژروم که گفت نه رژروم که بشکولی رژروم تو اگر اتفاقی هم افتاد میتونی بگی ما نظرمونیم بوده که خشم مردم رو خالی کنیم. نظرم این بوده آقا، شیشه خونمون آوردم لیوان آوردم بشکونه حالش خوب شه. میگم اینا مال حروم بوده. این ساعت هیتلر بوده. اتاق من مادر مایکش یه گروه کار کارخانه ساران. او یه سوسکم توش مرده. جدی میگم اینا بنده خدا درگیر زمان شده و زمان کشتش. اینا لوازم حرومیه واسه روغن زیتونه بچه‌ها. راست میگه. اونیه رو از بچه‌ها یه موتور گرفتن. نالانم گریه شیشه چیزکی نیست. چیز باجی یه عتیقه است و عینک پرسوله بچه تو بده جای عینک ابدی زیگیله. میگم چرا فیری داد به ما؟ ته گونیو نرم. این دوستم جای دک پوینه بچه. شبیه چیزیه که خوابیده. Really nigga. خب اومدیم برنامه اینترنشنال خشم در خیابان رو ضبط کنیم، ولی خب میز نداریم. این دوست خوبم فیکسه، این هم دوست خوبم اکسه. این اکسه یکی بچه هاست. چقدره؟ این لشی بو هم میده. همو نخوری به سرش. دلم از مرگ سفید شیشه بالگرم داره دنبل میزنه. همو سرش اینو میخوری. همو سرشه بخوری. یه دست میزنی به سرش. یه
دست بسریم بچه. آره یه ده. مرسی. مستقیما به چشاش زل زد و گفت یا ابوالفضل. گناه داره نگاه کن چشای من. یه دونه تو من نگه این سردنده است. دوستمه. چی شده؟ من متینم، اینجا خشم تو خیابانه، این اکس، عینک ایمنی، دستکش، ضد حریق. اصلا این کار رو امتحان نکنی، باید حتما تو اتاق خشم باشه یا تو دبرد. این ضربه رو به خاطر کی میزنی؟ به چه دلیلی میزنی؟ همه چی. این ویدیو 1 میلیون بشه پراید عمو رو آتیش میزنیم. مرسی. پارچت 6 این دلفین ناز مامان برای مامانم بوده. واسه ناز مامانش. واقعا اسپانسر برنامه گروه کارخانجات ساران. چنل رو صاف کن تا دیر نشده. ساعت چند دوست داری بزنی؟ 7 صبح. 7 صبح. 7 صبح. 7 صبحیه که صبح شنبه است، خیلی تلخه، داری میرید. آره خیلی کج داری میری هاشوری. گلدون مادر بزرگ یا اردک؟ اردک. چرا اردک؟ چون گناه داره. چون گناه داره میزنیش؟ بگیرید هم بزنم. چه میخوام گلدون مادر بزرگ؟ الان حست چیه؟ الان حال بهتره یا نه؟ ساعت اون سیسیته که بهت خیانت کرده. وای این سیسی شریک الان از ذهن همتون یه نفر رد شد، اون سیسی که خیانت کرد. آقا میز شیکون. ای بد. عصبیم. خب این جذاب‌ترین آیتمیه که ما تو این برنامه داریم. اسم یه کسی که ازش متنفری رو روی آقای ایکس بذار. ایکس میذاری و ایکس میتونه کتک بخوره دست بده. عادی. صادقانه هادی. اون خیلی داشت راحت زندگی. آره واقعا. من نمیدونم هادی کیه بچه‌ها، ولی هادی اگه این ویدیو رو می‌بینی ببخش. قرار بود یه دونه بزنیم. بزن تو دوتا بزن. نه تو دوتا بزن. تو نه بزن تعارف نکن. ضرر نزن ببن. وای خود تو پیشونی هادی. اوه هادی عینکیه. میگم با آدمای عینکی مهربون باشید. هادی جان از آینده وحشت دارم. بچه‌ها نتیجه اخلاقی این که خشمتون رو کنترل کنین، مراقب هادیای زندگیتون باشین، مراقب آدمای سمی زندگیتون باشین. اون بستی که داشت ازش صحبت میکرد نزنید. بستی نبود، سیسی بود. وای مراقب اکس بست فرندای سمیتون باشین، مارایی که تو آستیناتون پرورش دادین. The bird. بچه دوست دارین هادیو بازم ببینید؟ اگه چنلمون رو سابسکرایب کنید با ما همراه بمونید، دفعه بعدی خود هادیو میاریم آتیش میزنیم. اگه این ویدیو 1 میلیون ویو بگیره هادیو تو پراید فضایی از صد کرج میدیم. بچه‌ها صد کرج مراقب خودتون باشید تا دبردی دیگر اتاق خشم. بریم آشغالا رو جمع کنیم دایی. چرا نمیچرخه اونوری کسخلم.